این داستان واقعی شنل قرمزیه. در زمستان سال 1862 دختری به نام ایزابلا از روستای کوچک و دورافتاده‌اش در دل کوهستان بیرون رفت تا برای مادر بزرگ پیر و بیمارش غذا ببره. هوا سرد و برفی بود و ایزابلا تصمیم گرفت از کوتاه‌ترین مسیر برای رسیدن به خونه مادر بزرگش استفاده کنه. این مسیر از دل جنگلی تاریک و خطرناک می‌گذشت که به آن جنگل تاریک می‌گفتند. جنگلی که هیچ کس نمی‌خواست وارد اون بشه، چون شایعات زیادی درباره موجودات عجیب و غریب آن وجود داشت. ایزابلا که دختری شجاع و سرسخت بود، با شنلی قرمز رنگ که مادرش به او داده بود دل به دل این جنگل زد. خانواده‌اش بارها به او هشدار داده بودند که از این مسیر نرود، اما ایزابلا توجهی نکرد و به راه خودش ادامه داد. چند روز بعد گروهی از جستجوگران به جنگل رفتند تا او رو پیدا کنند. آنها تنها چیزی که پیدا کردند شنل قرمز رنگ ایزابلا بود که لای شاخه های درختان گیر کرده بود. هیچ اثری از او باقی نمانده بود. در پی این حادثه یک شکارچی که در جنگل به دنبال شکار بود از کلبه‌ای عجیب در اعماق جنگل خبر داد. او به همراه گروهی از شکارچیان به سمت کلبه رفت و در آنجا چندین تکه لباس زنانه و جواهراتی پیدا کردند که به نظر می رسید متعلق به افرادی باشد که به جنگل را پیدا کردند. در بین اونها لیستی از نامها نیز پیدا شد که نام ایزابلا آخرین نام این لیست بود، اما صاحب این کلبه هیچگاه پیدا نشد. شایعاتی در روستا پخش شد که در دل جنگل موجودی خطرناک و مخوف به نام گرگ سیاه زندگی میکنه. موجودی که هر کسی رو که به اون نزدیک میشه فریب میده و برای همیشه ناپدید میکنه. اما هیچ کس نمیدونست این موجود کیست یا اصلا وجود داره یا نه. اینجا عجیبترین اتفاقهای گذشته و حال جهان رو براتون تعریف میکنیم. پس دنیای پنهان رو سابسکرایب کن.